همیشه من میگم کسی که میگه من افغان نیستم او شعور نداره. دلیل از شعور نداره. من خودم در آلمان هستم، مرا باعث افغان میشناسه. ما هویت ما کست هزاره هستم، من هویتم هزاره هسته، اما در سطح بین المللی مرا به حساب افغان میشناسه. افغان در پاسپورت نمیشته افغان. افغانی که مگه میشناسه، اگر من بگم من یک هزاره هستم یا تاجیک هستم، اینا اصلا نمیفهمه که چیه. فهمیدنه؟ اینی گپی من هسته. شما که صد نگاه که صد خود پاره کنین، تیکه و پارچه کنین، باید در حق تن بیتین. فهمیدنه؟ شما بچه های اون از امو پدرهای هستن که در افغانستان، فهمیدنه؟ قرم تا قرم حالی که شما مسخره مونین که مرا میگین تو افغان شده، اونمو افغان سر ما و شما حکمت کده، ایالم حکمت منه. امو افغان هسته، اونمو افغان هسته که زن و بچه تان فعلا امنیت هسته. فهمیدنه؟ از دایکندی مثال بال میشی میای کابل، از کابل موری در مزار گرد میگردی، هیچ کس نمیگه چرا کجا میری. اگر شما بفهمین، شعور داشته باشین، فهمیدنه؟ هیچ وقت گپ حق را در حق تن بیتین. بخوایی نخوایی تا بزنی خدا پاره کنین. اونمو اوقو رئیس جمهوری ما هسته، سالها قرم تا قرم سر ما و شما حکمت کده. ما افغان هستیم. تو دیگه چی کار هستی؟ تو چی کار هستی که تو میگی که مرا میگی که تو افغان شده؟ ما خب مثل شما تفریق انداز نیست.